دوستان سلام، وقتتون بخیر. مجید برکاتی هستم از خانه میکروتیک ایران. توی این فیلم آموزشی یاد میگیریم فقط با 4 مرحله من میتونم VPN سرور رو روی تجهیزات میکروتیک راه اندازی کنم. با ما همراه باشید. قبل از اجرای 4 مرحله حتما این فیلم آموزشی که اینجا براتون قرار میدم رو نگاه کنید تا با یادگیری IP پابلیک روی تجهیزات میکروتیک آشنا بشید. بعد از اینکه IP پابلیک روی روتر میکروتیکتون ست شد، میریم سراغ اون 4 مرحله. مرحله اول قسمت IP پول. من باید یک ظرف از آدرس‌های IP رو برای کاربرهای VPN خودم بسازم. پس میام توی IP پول اد میکنم، یک اسم بهش میدم VPN تست. اینجا آدرس IP مد نظر خودم رو وارد میکنم. به فرض مثال میذارم 172.16.16.2 تا 172.16.16.200. این رنج آدرس IP آدرس های IP هست که کاربرهای VPN قرار از میکروتیک من دریافت کنن. اوکی میکنم. مرحله دوم از منوی تریپل پی وارد قسمت پروفایل میشی. اد میکنم، یک اسم انتخاب میکنم، پروفایل VPN تست. تو قسمت ریموت آدرس پولی که ساختیم رو انتخاب میکنم یا اون ظرف آدرس IP. تو قسمت لوکال آدرس آدرس پرایویتی که قراره بعد از اتصال VPN سرور دریافت کنه. IP 172.16.16.1 رو میدم. میتونم اینجا DNS های مد نظر خودم رو برای کاربرهای VPN تعریف کنم. اوکی میکنم. مرحله سوم تو منوی تریپل پی توی تب سکرت برای کاربرهای VPN یوزرنیم و پسورد میسازم. اد میکنم، میذارم یوزر مجید، پسورد 1 2 3. میتونم انتخاب کنم به واسطه یوزر مجید و پسورد 1 2 3 از چه نوع سرویس ها و یا پروتکل های VPN استفاده کنم. و در نهایت پروفایلی که ساختم رو انتخاب میکنم. اوکی میکنم. مرحله چهارم و مرحله آخری تو قسمت تریپل پی توی تب اینترفیس از این گزینه هایی که این بالا دارم میتونم پروفایل های VPN خودم رو فعال کنم. به فرض مثال توی قسمت PPTP سرور وارد میشم و تنها با اینیبل کردن این پروتکل VPN سرور PPTP رو روی روتر میکروتیک فعال میکنیم. امیدوارم آموزش خوبی بوده باشه. موفق و پیروز باشید.